داش کوچیکه اون دیجیه، عشق و حال برا، جای ما رو خالی کن. بابا چه تیم خفنی. اعتیاد پارتی و کفن پارتی و دامن پارتی و تو گوه نخور. پارتی دوست داری آره؟ دوست داری برمه؟ هنر دست داداشای چرگوزتن. زیر دامن پارتی هم داریم بخواه؟ چرا گوش تن تو پرت میکنی؟ گوش تنها پرت میکنم ولی منت قصابا نمیشم. فوت کن. ایوالله. عمو جون گوشت تنشو بخور، استخوناشو دور مریض باشه. تا صبح گوشت تن هستش. از اصل افتاده، از اصل. اصلا برای چی اومدید پیش من؟ کی؟ حساب برداره بده ما بریم. پس شما دنبال کیفی. ببین من گوشت تنم زدم. اون کیفو بده ما بریم. یه شرط داره، اونم Oppan Gangnam Style. بس دیگه. چی فهمیده یا نه؟ بس دیگه بابا شورش نورید. دسته ها میخوانه تو اتاق پیش بادیگارداشه. یه الف بچه ناگو ما رو اسیر کرده. بابا یه علف هم نی، یه گونی علفه. هرچی خورده نریدم. گوشت تن تو قایم کن، قایم گوشت. اینم رحم نمی‌کنه. بچه این کیفه کجاست؟ زود باش تا یک تا نکشتمو. نه آقاست. بی تربیت. آدم با نناقاش اینجوری حرف میزنه؟ مرتی که کیف که. بابا دیوونا نناقا رو میگه میوه فروشی نناقا. کدوم شعبش؟ 100 تا شعبه داره. 100 جور روحه. آتیش داری؟ فقط این مونده. بابا سر ساسانی. آقا سر ساسانیه بریم دیگه برای چی؟ بابا کیف ما رو بردار بیار دیگه. معتاد دادی، گوشت تنو دادی، میت دادی، تو رو خدا چرا اذیت میکنی ما رو؟ گوشت تنمو دادن. فوت کن. یا بفهم اینم کیفتون چیز دیگه میدن نداری؟ یه دونه آب بیاریم، میخوام آب گوش بخورم. الو یکتا. آهای یکتا، با کیفو پیدا کردی؟ پیدا کردی؟ آفرین. یکتاشو نمی‌کردم انقدر. حالا چی بود داخلش؟ لوازم خانومم. آره نه لوازم آرایشی خط و پرتا. رفتم براش از خریدم ولی کسرش هم بود اگه کیف پیدا نمیشد. ای ریدم تو این زندگی من. چی بوده توش؟ روش. چی؟ توف برود یکتا. بالا کجا وایس این آبلیمه بخوریم بعد. وایس آبلیمه بده بهم. سلام داداش، سیخ داری؟ سیخم دارم میده من؟ بفهم. آدم گوشت تنشو سیخ بزنه کباب کنه بخوره. منت جیگرکی رو نکشه. اینو بذار رو کباب داداش، اینو بذار رو. مخفوخ بشه خب؟